مسعود با استفاده از فرصت به دست آمده تشکیل اردوی 20,000 نفری را روی دست گرفت که بدین وسیله نیروهای خود را از جنگ و گریز به حالت دفاع فعال درآورد و با گسترش دامنه مقاومت در ولایات دوردست دشمن را در موقعیت‌های دور از تصور مورد حمله و تعرض قرار داد که بدین ترتیب نیروهای طالبان را پراگنده و در نقاط مختلف ایشان را آسیب پذیر و درگیر جنگ فرسایشی ساخت و مقاومت در برابر طالبان با شرکت همه اقوام و ملیت‌های ساکن کشور به قیام ملی مبدل گشت. امروز همه تشیع در اینجا است، ازبک‌ها در اینجا است، اقوام دیگه در اینجا نماینده دارند. افراد روشنی از قندهار داریم، از پکتیا داریم، از جلال آباد داریم، از تمام مناطق پشتون نشین داریم و اینی اقوام مختلفی که یک جای جمع است و این مرکز مصمم به نیست که جلو تجاوز بگیره، صلح بیاره و یک حکومتی را بیاره که هم به مردم افغانستان هم به جهان قابل قبول باشه. انشالله آل خوب مطمئن هستیم که پاکستانی چیز با جنگ چیز کردن نمی‌کنه. ما او دورانی که پاکستانی میتونست تاریخ کنه و طالب و گذشت. حالا ضرور بدید که اگر ما باشم نباشم این مقاومت وجود داره. تجاوز پاکستان در مسیر یک برنامه استراتژیک روی هم رفته گسترش می‌یافت. نیروهای تروریستی دنیا پس از سازماندهی و بسیج از کانال مشخص و به گونه فزاینده وارد افغانستان می‌شدند و جنگ در این کشور به مرحله بسیار خطرناکی رسیده بود. بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا گسترش روز افزون بحران در افغانستان را تهدید جدی در برابر منافع خویش تلقی می‌کردند. با این حال قصد جدی در جهت اعتراف ماهیت واقعی طالبان در میان برخی کشورها وجود نداشت. احمدشاه مسعود فرمانده کل مقاومت در چنین لحظات حساس دعوت پارلمان اروپایی را پذیرفت و با تاریخ 16 حمل 1380 عازم اروپا گردید. او می‌خواست ضمن ایجاد نوع تعادل مثبت در روابط خارجی خویش حقیقت جنگ افغانستان و حضور انکارناپذیر نظامیان پاکستانی و نیروهای تروریسم بین المللی را در این کشور از سکوی پارلمان اروپایی برای جهانیان تشریح نماید. هدف اصلی این سفر تجرید بیشتر طالبان در منطقه و ایجاد فشار بالای حامیان خارجی آنها بخصوص پاکستان بود تا از افزایش بیشتر تجاوز دست بردارند. در این سفر استقبال بسیار گرمی از احمدشاه مسعود صورت گرفت. رئیس و اعضای پارلمان اروپا، شخصیت‌های سیاسی و نیز مهاجرین افغانی مقیم غرب با صمیمیت و گرمجوشی فوق‌العاده حضور فرمانده جنگ‌های افسانوی و فاتح جنگ سرد را در اروپا گرامی داشتند. مسعود در این سفر برای اولین بار از مدار هسته فعل و انفعالات درونی افغانستان بیرون آمد، زیرا او دانسته بود که ریشه های اصلی توطئه به نام طالبان از آبگند سیاست کران و استراتژیک برخی کشورها آب می‌خورد. توضیح همه این واقعیت ها کار دشواری بود، اما او توانست دست کم نگرش بعض از کشورهای اروپایی را با واقعیت جنگ افغانستان نزدیک سازد، طوری که پارلمان اروپا سرانجام با صراحت موضع طالبان و بخشی از پشتیبانان آنها را مورد نکوهش قرار داده و موضع حق طلبانه نیروهای مقاومت را تایید کردند. هدف اساسی ختم جنگ در افغانستان و آوردن صلح در افغانستان است. پیشنهاد مشخص ما در یک قسمت از پارلمان اروپا این بوده که فشار لازم سر پاکستان بیارن تا پاکستان از اعزام افراد مسلح خود بر افغانستان و از ارسال اسلحه و مهمات در افغانستان دست بگیره. ما یقین دارم در صورتی که پاکستان کمک های خود به طالبان قطع کنه، زمینه آمدن صلح در افغانستان بسیار به سرعت مساعد خواهد شد.
در اثر سعی و تلاش‌های پیگیرانه و خستگی ناپذیر طالبان که به منظور بدنامسازی اسلام از طرف سازمان‌های خاصی در این راستا مأموریت داشتند، بالاخره نه افغانستان بلکه جهان یکی از عجایبات بزرگ خود را که آن مجسمه بودا بود از دست داد. طالبان این یگانه ترین سرمایه تاریخی افغانستان را با اهداف شومی که داشتند در هم شکستند تا تصویر زشتی از این دین برحق برای جهان ارائه نمایند. این اقدام جاهلانه استهزا و تعجب جهانیان را در قبال داشت که عکس العمل خویش را با نمادهای قبیح، خندآور و مضحک از گروه طالبان تمثیل نمودند. که در همچه شرایطی و در این قرن طالبان میرن و یک آثار تاریخی بسیار با ارزش منحصر به فرده که نه تنها مربوط به افغانستان بلکه مربوط به عام بشریت است تخریب میکنن، جدا متاسف هستیم و مخالفت خود در گذشته و یک بار دیگر اعلان میکنیم. شخصا توقع من از هر فرد برادرایی که در اروپا و امریکا زندگی میکنند همین است که موازی با حرکت داخل این برادران تعصباتی که از دور میشنویم، کشمکشایی که از دور میشنویم که هیچ کدامش بنفع نیست، همش به اصطلاح آب انداختن به آسیای دشمن است. از تاجک دفاع کرد، یکی فکر کنه که از ازبک خود دفاع کرد، دیگر فکر کنه که از قوم پشتون دفاع کرده، مگر در اصل هیچ کدام از هیچ چیز دفاع نکرده، بلکه اصلا ما پاکستان رو جنرال مشرف نفهمی برد، از این اختلاف ملا عمر نفهمی برد و از این اختلاف اسامه بن لادن نفهمی برد. شاید اقدای درونی خود یک برادر حل کنه بیتن و وجدانن خود به اصطلاح درون خود خالی کنه و بگوید که کار کردن، مگر در اصل این کار نیست. مردی در ایست که با وجود که هر چیز در دل خود دارد از سبب خیر افغانستان، نجات افغانستان، سر خواسته خود پای بانه و برند طرف وحدت بید.